الشلت زب خو ناحیه بس وک فرمانگه ما فرمانگه لینینن بونمونه فرمانگه ها آوه جینگه یاداد منینن بو امضا که گلک خلک ما چیتن بو ناحیه دیرالو که و آمیدیه و اوه مشکله کامازن ده ناحیه شلت زب خو 50,000 نفوسه و اوه جید بیتا بارگرانیه بو خلک ما کو بچنه ناحیه دیرالو که یان قضا آمیدیه بو امضا که کو امضا بهتا کرن دا شولیمان برایو بچید دوم دزگیت حکومتی حتون که نهون نبکرن اوه هجی خلکی ما مجبور کتن که بو امضا که سردان ناحیه دیرالو که قضا آمیدی کتن دخوازش حکمت عرم کردستان که این اف فرمانگه هت کو پیدویل ناحیه شلت زهبن حتون که ناتی وکرن وکن شواناجی نفوس هر واسا دادگه هر واسا دادنوسی و جینگه و چاندن و گشت و گذار چندین فرمانگه هندی که ام دخوازش حکمت حرم کردستان کن اما فرمانگه ها نوکتن داخل که ما نچار نبیتن که سردان باجر دیب کد بو روا برنا کربورت خود رجانه نبونا چندن فرمانگهن میرید لناف ناحیه شلت زده و اگر هنده ودگریتن که زانن ناحیه شلت زده ایشوان ناحیه که سال 2014 هاتی دامزراندن و دامزراندن و ناحیه الدسپیکا قیران دارای آبوری بو یا حکومت هریما کردستان بریار را گرتنا زده کرنا چند فرمانگهن حکومت هات بجه اگری و قیران دا چندین فرمانگهن که بیدوینه لوی ناحیه ده هبن دا بترفشین خدمت خلقی بکن گلک شونا محتاجی رازمندی حکومت هریمان هندک جی محتاج رازمندی حکومت فدرال عراقینا لما کار سر هندکی یعنی وستارت فرمی میدان جهت پیوندی دار کو زیدرین دم افرمانگه بهنا دامزراندن و خوشبختانه جی اکشوان فرمانگین کنی هاتی دامزراندن ام کار بو سر بکن تقریبا همی بینایت و اف کار کرند بینایتی دا دو ماهیکاتی کرده هاد نوچونیت ناحیه شلت زده ام امیدین که زیتین دم او فرمانگه دیجی بهنه دامزراند